سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز اومدیم با آموزش دیوایس منیجر. قبل از شروع آموزش درخواست ازتون دارم که حتما کانال ما رو ساب کنید، زنگوش هم بزنید، روی گزینه آل بذارید که از منتشر شدن تمام ویدیوهای ما با خبر بشید. خب امروز با چند روش میخوایم دیوایس منیجر رو باز کنیم و داخل دیوایس منیجر تک تک گزینه هاشون رو توضیح بدیم و کارایت های دیوایس منیجر هم بهتون بگیم. خب روش اول این که روی ویندوز 10 دارید و 11 فرق نمیکنه. اینجا روی استارت، گزینه استارت کلیک راست میکنید، یه پنجره اینجوری واسهتون باز میشه. اینجا خیلی از چیزایی که ما نمیتونیم توی برنامه‌های دستگاهمون، سیستممون پیدا کنیم پیدا میشه. اینجا ما یه گزینه می‌بینیم به اسم دیوایس منیجر که من اینو الان متاسفانه نمیاد اینجا که الان نشون بدم. این گزینه دیوایس منیجر که الان روشنه، این گزینه رو این گزینه راست کلیک میتونید بکنید. البته راست کلیک اینجا نمیتونید بکنید، روش کلیک کنید برنامه رو باز میکنه، راست کلیک هم باز میکنه. خب این یه روش بعد این که اینجا من منوی سرچ رو کوچیک کردم برای اینکه تسک بارم بزرگتر بشه. شما رو منوی سرچ رو کلیک میکنید، اینجا تایپ میکنید دیوایس منیجر. میبینید دیوایس منیجر. خب وقتی سرچ میکنید یه اینتر میزنید، خودش خودکار باز میکنه. دیگه نیازی نیست اینجا سرچ کنید. من یه بار سرچ کنم دیوایس منیجر، بیاید اینجا روش کلیک کنید، یه اوپن رو بزنید. همینجا اگه موس زیاد مثلا جالب نیست که با موس یا تاچ پد کار کنید، همش با کیبورد کار کنید، سرچ میکنید همینجا اینتر بزنید، خودش برنامه رو باز میکنه. خب این یه چیزی. حالا بریم سراغ خود چیزای داخلش. اینجا شما اینو باز میکنید چند چیز هست که یکم توجه شما رو به خودش جلب میکنه. این چیه؟ اینجا اسم دستگاه ماه، یعنی این سیستم ماه. دیوایس منیجر اصلا کارش چیه؟ میره سخت افزارها رو به صورت نرم افزاری به ما نشون میده. یعنی چی؟ الان شما میدونید داخل کیستون، داخل لپتاپتون چه قطعاتی به کار رفته؟ میدونید؟ نه نمیدونید. تو دیوایس منیجر متوجه میشید که چه قطعاتی داخل کیستون یا لپتاپتون به کار رفته. خب الان گزینه اول در مورد اودیوه. یعنی چی؟ یعنی اودیوی خروجی و ورودی. چه اودیوهایی به لپتاپ متصلن در حال حاضر و قبلا. 2 تا میکروفون به لپتاپ من متصلن. خب الان یه چیز دیگه، اینجا من الان نمیخوام مثلا یکی از این میکروفون ها کار کنه. آقا اصلا شما یه چیز دیگه هستن کلا. آقا شما یه کیبورد، یه مانیتور جداگونه داری، بدون ست بس کردی، دیگه نمیخوای به اون مانیتور به هیچ عنوان بس شی. چیکار میکنی؟ میای اینجا روی گزینه مانیتور کلیک میکنید. الان یه مانیتور لپتاپ بیشتر نیست، برای شما شاید یه مانیتور دیگه ای باشه. روی مانیتور کلیک میکنید، اینجا این گزینه ضبط رو بالا میبینید، این گزینه رو میزنید. الان من مانیتورشون اگه گزینه بزنم میپره. من روی تاچ پد این کار میکنم. اینجا رو گزینه مایک اند اودر پوینتینگ دیوایس، همون موس و عکسش معلومه اینا برای چیه. موس و تاچ پده. من چون دارم اون موس کار میکنم، تاچ پد رو غیر فعال میکنم. تاچ پد. این دیلیت دیوایس سافت‌وار رو هیچ وقت نزنید، چون اگه بزنید همون درایوی که بهتون تو ویدیوی آموزش ستینگ ویندوز 10 گفتم، پارت اول، که درایو پرینتر و اسکنر و شاپر و اینا، اینجا درایو تاچ پده. اگه مثلا دیلیت کنه
هر وقت بخوام از فایل استفاده کنم بعداً درایو دانلود کنم. من این کارو نمی‌کنم. من اینجا آن اینستال میزنم. یه گزینه از اون میاد که آقا آیا مایلی باشه غیر فعال شه؟ میگم بله. الان البته این چرا من نور رو زدم؟ چون ازم خواستش که اون اصلا باشه غیر فعال که قبلیه بود. اون نوشته ریستارت سیستم. برای چیه؟ اصلا خارج از اینکه اینجا یک کلیک انجام بدید این بالا یه گزینه هست به اسم اسکن فور هاردویر چنج. یعنی چی؟ آقا شما یه بردی بیرون لپتاپ تو یا مرد طرف مقابل اون کسی که واسه شما لپتاپ رو دیده تعمیر کرده بهت گفته که آقا شما دوست عزیز شما یه دونه درایو یو اس بی رو لپتاپت هست. بعد شما بهش میگین که آقا ما نتونستیم اصلا با بلوتوث به دست لپتاپم و کامپیوترم وصل شم. اون میگه خب شاید لپتاپ نتونسته درایو بلوتوث شما رو پیدا کنه. خب چجوری بریم پیدا کنه؟ میایم این گزینه بالا اسکن فور هاردویر چنج رو میزنیم. این میره میگرده ببینه توی کیس لپتاپ کیس کامپیوتر. حالا میگه لپتاپ که کیس نداره. چرا؟ لپتاپ کیس داره. کیس کوچیک داره اونم زیر کیبوردشه. اونجا چه قطعاتی به کار رفته؟ خب من اگه بزنم یعنی تاچپاد پیدا میکنه برام. من نمیخوام الان پیدا کنه. چرا؟ الان من تاچپاد غیر فعال کردم. الان با تاچپد نمیتونم کار کنم. خب من الان تاچپد میزنم یه بار دیگه پیدا کنه. نکن اسکن کرد. البته بعد اینا رو همه رو بست. یه بار دیگه اسکن کرد. ببینم پیدا میکنه. متاسفانه تاچپد رو پیدا نمیکنه. این بعد ریستارتش کنم تا بتونه پیدا کنه. خب این چی؟ این دیسیبل یا اینیبل کردنه. یعنی چی؟ یعنی میتونم غیر فعال یا فعالش کنم. الان من اینجا توی بذار بهتون چیزی نشون بدم که ضرر نداشته باشه. من تو کامرا اینجا کامرا اچ پی کامرا رو اینیبل میکنم. الان اچ پی کامرای من اینیبل شد. میبینید بغلش اومد. الان من اگه برم تو کامرا نمیتونم از اچ پی کامرا استفاده کنم. چرا؟ چون اینیبله. یعنی دستگاه شناساییش کرده ولی نمیتونیم ازش کار بکنیم. خب حالا میخوایم شما این سری چیزا هست اینجا ببینید که آقا براتون این آرم اینیبل هست ولی شما نیازش هم دارید چجوری باید استفاده کنید. خب اینجا میین آرم دیسیبل ببخشید این آرم اینیبل رو میزنید. خب این الان برای شما اینیبل کرد. الان من میتونم از کامرام استفاده کنم. خب این بخش همین این بخش که اودیوه. من اینجا یه اسپیکر دارم، دو تا میکروفون دارم، یه دونم هدفون که دارم باش حرف میزنم. بعد بخش باتریه که دو تا باتری داریم ما اینجا. بهتون گفتم توی ویدیوی همون ستینگ آموزش ستینگ ویندوز 10 پارت دومش اونجا. بعد که دو تا باتری داریم ما، یه باتری بایوس داریم، یه دونه باتریه که شما میبینیدش. اینم از اینم بلوتوثه که به چه دستگاهی متصل شدم و چه بلوتوثایی دارم. اینجا من الان اینا رو آن اینستال میکنم که دستگاهی خودم مشخص شد. آن اینستال میبرم آن اینستال. خب اینجا الان 3 تا من بلوتوث دارم. 2 تاش بلوتوثش الکتریکی، 2 تاش آداپتوره که روی کارت وای فای هم متصل شده. خب اینجا کامرا که دیدیم این هم کامپیوتره که همون پیسیمه، سیستممه، هاردمه. یه هم دیسک درایور همون هارد HDD تونه که اینجا برای فهمیدن HDD بودن هاردتون روی این دابل کلیک میکنید. دابل کلیک میکنید اینجا توی بخش تو بخش درایو تو بخش بذارید ببینم
توی این بخشه بله توی این بخشه تایپش برای من نشون نمیده، نمیدونم چرا. الان من درست اول اومدم تو بخش ولیومه دیسک اینفورمیشن، آهان درست شد. اینجا نشون میده فرمت من تایپش بیس دیسکش دیسک صفره. اینجا رو همه نشون میده. اینجا میتونید درایور رو انتخاب کنید، دونه دونه درایور رو تغییر بدید. این سری کار این شکلی میتونید انجام بدید. فضای خالی 16 مگابایت، 5 مگابایت از فضای سیستم من پر شده پریده. سری کار این شکلی میشه کرد دیگه. اینجا هم که دیسپلی آداپتوره، یعنی کارت گرافیک همه، یه دونه دو تا کارت گرافیک دارم. بعد دیویدی رایتره، اینجا فریم واره، چیپستاییه که روی چیپست یا کلا چیزی که روی سیستم وصله. اینجا اون پورت USB یا حالا HDMI یا SD یا حالا LAN که روی سیستم شده هست اینجا نشون میده. بعد این هم که یه کارت وای فای بهش میگن. این یکی هم کیبورده، بعد موس، مونیتور، نتورک آداپتوره. این هم بهش کارت وای فای میگن. ولی اینجا ما این کارت وای فای خلاصه یعنی مجموعه پکیج کامل کارت وای فای. اینجا ما نتورک آداپتور داریم، کارت وای فای داریم که جزء این نتورک آداپتورها یه بلوتوث دیوایس هم میبینیم که اگه ما بلوتوث رو باز کنیم یه بلوتوث دیوایس هم ما اینجا میبینیم که اینا با هم متفاوتن. من دو تا بلوتوث دیوایس دارم، یعنی تقریبا بیشترتون دو تا بلوتوث دیوایس دارین. دو بلوتوث دیوایس که رو نتورک آداپتورتونه، اگه اینو غیر فعال کنید اون بلوتوث هم غیر فعال میشه. اگه اینجا من بلوتوث دیوایس رو بیام دیسیبل کنم بلوتوث هم غیر فعال نمیشه، چون من یه بلوتوث دیوایس دیگه جداگانه دارم. بعد اینجا اودر دیوایسه. اینا دیوایساییه که ویندوز نتونسته درایورشون رو پیدا کنه و نصب کنه. الان مثلا مهمترینشون همین نردی شیره با SMS و MMS. SMS که همون میشه شورت مسیج سند، یعنی مسیج کوتاه ارسالی. MMS میشه مسیج های بلند طولانی این میبینستن تومار مینویسن بو میگن MMS. نردی شیر هم چیه؟ اگه من یه دستگاهی یعنی یه لپتاپی مثل لپتاپ خودم HP با همین یعنی همین برند باشه با همین ویندوز، من میتونم با همین گزینه نردی شیر بدون اینکه اینا رو به هم با کابل وصل کنم از طریق وایرلس یه فولدری رو یا یه فایلی رو از لپتاپ خودم بکشم و بندازم تو لپتاپ اون. یعنی اینجوری فکر کنید تخیلیه ولی هم چیزی واقعیه. باید بغل هم بذارید دقیقاً تو لپتاپ کنار هم، از این دیوایس به اون یکی دیوایس ارسال کنید. اگر مدل لپتاپ با هم فرق می‌کرد، برند لپتاپ با هم فرق می‌کرد، باید برنامه نردی شیر رو باز کنید، طرف مقابل باز کنه، به هم مچ شید، بعد انتقال دیتا بدید. بعدش هم که پرینت یعنی پرینتراست، می‌بینید تو سراغ سی پی یو یه 3 تا 4 تا سی پی یو نشون میده. 4 تا پایه اصلی سی پی یو هاست، یعنی هر سی پی یو البته سی پی یو اینتل کورای تری نسل 5 اینطوریه ها، 4 تا پایه مرکزی بیشتر نداره، بقیه پایه‌هاش پایه‌های فیکن. خاطر همین 4 تا اینجا ما چیز نشون میده، سی پی یو نشون میده. اینجا هم که سافوار دیوایس دستگاه‌های جانبی که ما وصل کردیم. بعد ساوند صدا از کجا داره میره بیرون. بعد اینجا هم که استروج کنترل یعنی جوری همون بایوسه، اون چیپست بایوس که اینجا هست داره کنترل میکنه. اینم سیستم دیوایسه، چه دیوایس هایی به سیستم ما متصل شدن. بعد اینم که میشه
از طریق کابل ما، یعنی قطعاتی که داخل لپتاپ یا کامپیوتر ما هست با کابل کار میکنن یا خیر؟ بله، لپتاپ من الان اینتلم، حالا نمیدونم سی پی یو یا کارت گرافیکمه، با یو اس بی 3 داره کار میکنه، یعنی یو اس بی 3 رو پشتیبانی میکنه. حالا ما یه ویدیویی هم بعداً در مورد یو اس بی ها، انواع اقسام یو اس بی ها تو چنلمون قرار میدیم. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید، روی گزینه آل بزنید که از منتشر شدن تمام ویدیوهای ما با خبر بشید. لایک و کامنت فراموش نشه. ما در آینده خیلی نزدیک قول میدم بهتون که در مورد انواع اقسام یو اس بی ها تو چنل ویدیو بذارم. خیلی ممنون.